بسته شد. سلام تک تک شما عزیزان. درس آغاز میکنیم. این هفته بسیار خوشایند است برای کسانی که واقعا دنبال آموزش موضوعات بسیار مهم گرامر زبان آلمانی و صحبت کردن هستند. ما و شما در چند ماه گذشته همیشه از زمان حال، زمان گذشته، زمان آینده و همچنان ماضی و ایت یا پلوس کوام پرفکت صحبت کردیم. هیچ وقت جملات را که کار میکردیم منفی نساختیم، چون همیشه هر جمله را که گفتیم جمله مثبت بوده. از این به بعد ما و شما یاد میگیریم که چی در جملات زمان حال، زمان گذشته، زمان آینده پلوس کوام پرفکت وی فراگن oder ja nein fragen. ما و شما در زبان آلمانی دو نوع سوال داریم که هر شب در بورش صحبت کرده بودیم. سوالهای معلوماتی و سوالهای بله و نخیر. همچنان زمان حال، زمان گذشته، زمان آینده و ماضی بعید جملات ما مثبت بود. هیچ وقت ما و شما در لابلای درس خود کار نکردیم که اگر یک جمله منفی باشه ما و شما از کدام کلمات میتونیم یا از کدام واژه ها میتونیم استفاده کنیم تا جمله خود منفی بسازیم. کار دشوار است در اصل، اما ما و شما امیک توانمندی را در داخل از این لایف داریم که اونمو چیز دشواره که در ذهن شما است آنقدر ساده توضیح و تشریح بدیم که در آخر درس در ذهن کلگی پیچکاری و سیرم شود. پس اولین کاری که من در روی تخته نوشته میکنم دو کلمه است. دو کلمه که در زبان آلمانی همیشه جملات مثبت به منفی تبدیل میکنن. به طور مثال کسانی که هنوز متوجه نمیشن که جملات منفی یعنی چی، وقتی که من بر خودت میگم که من خودت از سال آینده در سالگیری خود دعوت میکنم، یک جمله مثبت است چون پیامی که به شنونده داره دعوت میشه. اگر قرار باشه که ما بگویم که من سال آینده محمود در تولد یا سالگیری خود دعوت نمی کنم، از همین میکنم و نمی کنم تبدیل بکنم، یا ای که ما بگویم من یک موتر سرخ مقبول دارم، اگر بگویم من هیچ موتر ندارم، من چطور میتونم که این جملات با دو کلمه منفی بسازم؟ باریکی بسیار خاص داره. از تمام شما عزیزان خواهش میکنم که از همین شروع نوت یا یادداشت بگیرین و در مثال هایی که به اساس توضیح و تشریح که امشب داده میشه اون رو یادداشت بگیرین تا ای که هیچ وقت فراموشتان نشود. دو کلمه را که من در روی تخته نوشته میکنم، یکی کلمه اول البته keine که از رویش من یک کلمه حساب میکنم و کلمه دوم که بر همگی معلوم و روشن است nicht است. یک سوی تفاهمه که از پیش اکثریت عزیزان رخ میده از ناین است. ناین یک چیز است که نه معنا میده که همچنان جمله را منفی میسازه. این موضوع بسیار مهمه، در همین شروع متوجه باشین که ما با اکثریت عزیزانی که زبان مادریشان آلمانی نیست یا خارجی هستن مواجه شدیم. این کلمه را بسیار زیاد اشتباه استفاده میکنن. ناین به معنای نخیر است. توضیح اول بسیار ساده و ابتدایی که در کتابچه‌هایتان نوشته کنین. ناین یا نخیر که در زبان آلمانی و متضاد یا و بله است. ناین در جملات وقتی که منفی سازی میکنیم جملات تنها متوجه باشین تنها جوابگوی سوالهای بله و نخیر است. نوت اوله که امشب کلگی در آغاز درس میگیره. ناین یا نخیر تنها جوابگوی سوالهای بله و نخیر یا ناین فراگه است. به چی معنا؟ به طور مثال یک کسی از ما پرسان میکنه لمر bist du، این البته مقدماتی ترین سطح منفی سازی جملات است. از من سوال میشه لمر
Bist du 20 Jahre alt اولین سوالی که از ما میشه لمر bist du 20 Jahre alt لمر تو 20 ساله هستی این سوال از دید شما من کامنتار باز میکنم سوال بله و نخیر است یا سوال معلوماتی است تا این که ناین از سر رای ما برداشته شود بله و نخیر بله و نخیر absolut richtig کسانی که معلوماتی نوشته میکنن اشتباه بزرگ میکنن بله و نخیر است دقیقاً کسانی که نوشته میکنن که معلوماتی من یالا به زبان فارسی هیچ آلمانی درس نمیدم از پیش شما پرسان میکنم که فلانی جان خودت 19 ساله هستی در جواب بر من بله یا نخیر میگی یا معلومات میدی اگر قرار باشه جواب بسیار مستحکم و واضح میدی طبعا کلتان نوشته میکنین به استثنای یک چند شخص معدود نوشته میکنه میگه این سوال بله و نخیر است دقیقا الان گاهی که یک شخص به زبان مادریتان پرسان بکنه از شما فلانی آیا تو 19 ساله هستی در جوابش اگر بخوای جواب کانکریت یا مشخص بدی برش میگی بله یا نخیر در این صورت تنها در منفی سازی جملات ما و شما از ناین استفاده میکنیم تنها وقتی که ما و شما یک سوال بله و نخیر از ما پرسیده شد یا بله میگیم یا نخیر میگیم دیگر در منفی سازی جملات در زبان آلمانی ناین کاربرد ندارن ایره در ذهنتان امشب ثبت بکنید یکی از تعاریف یا تعریف‌های اول درس امشب ما چون اکثریت کسا این ناین در منفی سازی جملات استفاده میکنن و این یک اشتباه بزرگ است در اینجا باید متوجه باشه که ناین تنها جوابگوی سوالهای بله و نخیر است که وقت ما بخوایم منفی بسازیمش لمر bist du 20 Jahre alt nein نخیر باقی مانده از این که آیا من معلومات ارائه میکنم یا خیر مربوط شخص خودم میشه که آیا من معلومات میدم رفیق جان گل میزنم و ببینم که صدا نمیه یا چه دوباره اگر صدای مرا نشنیدین بحث مهم چیزی که است اگر صدا نمیومد گل میزنه دیگه مدیریتورها شما غرض نگیرین اگر صدای من آمده بود ما و شما دچار یک مشکل هستیم که فکر میکنیم ناین به زبان آلمانی یک کلمه منفی است شاید همیشه در قبال جمله سازی از این کلمه ناین به خاطر منفی سازی استفاده بکنیم اما چیزی را که من پیشتر براتون توضیح دادم این است که الان وقتی که ما و شما یک سوال بله و نخیر داشته باشیم به طور مثال bist du 20 Jahre alt آیا تو 20 ساله هستی در جوابش بله یا نخیر ما میتونیم اگر قرار باشه جواب منفی بدیم از ناین استفاده میکنیم پس نوت یا یادداشت درس امشب ما این است که ناین تنها جوابگوی سوالهای بله و نخیر در قبال منفی سازی جملات است در اصل جملات اصلی زبان آلمانی را دو کلمه منفی میسازد kein keine و nicht این دو کلمه است که وقت ما یک جمله بیانیه اگر بخوایم بگوییم این دو کلمه ما و شما را میتونه امو توانمندی را بده که جمله مثبت به منفی تبدیل بکنیم خدا کنه که موضوع ناین بر همگی روشن شده باشه به طور مثال بله و نخیر لمر kommst du morgen zu mir فردا نزد من میایی در جوابش من دو گزینه دارم یا بله میگم یا نخیر میگم اگر قرار باشه نخیر بگویم این نخیر را با ناین جواب میدم اگر قرار باشه که من در قبال از این سوال از این معلومات ارائه بکنم یا یک جمله کامل نوشته بکنم ناگزیر هستم که
یکی از این دو کلمه ها را به اساس توضیح بعدی ما اضافه بکنم. دوست عزیز من توفیق روان کردی، این چیزا مرا آزار نمیده. درس ادامه میتیم. قرار باشه ما و شما جواب بدیم در قبال ازی یا از کین یا کینه یا از نیشت استفاده میکنیم که جمله را میتونه منفی بسازه. ناین تنها جوابگوی سوال در یک کلمه است که منفی بسازیمش. لما kannst du morgen zu mir؟ یا nein. فقط خلاص، دیگه هیچ کدام گفتنی دیگه من ندارم. اما اگر قرار باشه جمله بسازم بگویم که من فردا آمده نمیتونم، باز در اینجا دیگه قانون جدید میخوانیم که نیشت و کین و کینه کاربرد نداره. خدا کنه ناین بر همگی حل شده باشه که شاید 3% از منفی سازی جملات در اینجا از ناین استفاده شود. خوشبختانه یا متاسفانه بحث کین و کینه، این دو کلمه که در داخل قوس گرفتیمش یا کلمه، در اینجا ای کین و کین متاسفانه یک حالت نداره. باید کسانی که در داخل لایف از هفته ها و ماهای گذشته بودن جدول طلایی را یاد داشته باشن. کین و کین دو کلمه هستند که حالت نومیناتیو، داتیو، گنتیو و اکوزاتیو دارن. ما و شما تنها نمیتونیم بحث کین و کین را خلاصه با همین دو کلمه بسازیم. این دو کلمه اماننده. خوب گوش بکنین، تکرار میکنم. کین و کین، اول چیزی را که ما براتون مشخص بسازم. ده و دست در حالت نومیناتیو جوابگوی کین هستند و دی جمع جوابگوی کینه هستند در حالت نومیناتیو. اگر قرار باشه که ما و شما در جملات خود داتیو، اکوزاتیو و گنتیو داشته باشیم، اندونگای آرتیکل این کین و کین به خود میگیرن. به طور مثال ما و شما در یک جمله داریم. موضوع دوم، کین و کین دو کلمه هستند که جملات منفی میسازن و وظیفه آرتیکل در اوجا اجرا میکنن، مانند ضمایر ملکی، مانند آرتیکل های نامشخص و آرتیکل های مشخص. چیزی را که باید شما خوب در ذهنتان پیچکاری و سیروم باید شود امشب ای است که با مجردی که قبل از یک اسم کین و کین استفاده شود، ما و شما دیگر در مقابل از او اسم آرتیکل نیاز نداریم. قانون چی است؟ دو حرف آخر آرتیکل در آخر کین و کینه. در آخر کین و کینه اندونگ آرتیکل. من چند مثال پیش از اینکه جدول براتون کامل نشته بکنم، به خاطر جدول طلایی کلتان داریم، من براتون چند مثال کار میکنم تا اینکه بیشتر متوجه شوید. یک جمله نشته میکنم. در شهر من با هیچ خانم صحبت نمی کنم. این جمله را خوب صحیح سیل بکنین که در اینجا چی یک ویژگی نهفته است در تفاوت با زبان فارسی یا پشتو یا هم اران چیزی که زبان مادری تان است با زبان آلمانی. یکی از معنی‌های کین و کینه، یکی از دو معنی داره. یکی از معنی‌های کین و کینه ایچ است. اینجا امیدوار هستم که توجه و کنسنتراسیون یا تمرکز بیشتر به خرج بدین. در زبان فارسی یک ویژگی خاص وجود داره که در آلمانی نیست. خوب گوش بکنین. در زبان فارسی من نمیفهمم که قضاوت نمیکنم گرامر زبان فارسی را که آیا زبان فارسی مشکل داره یا خیر، اما زبان آلمانی یکی از تکمیل ترین زبان ها است. سوال برانگیز این است که
ایچ خانم، ایچ خودش کلمه منفی است. ما از شما من حیث کسانی که زبان مادریتان فارسی است یا اگر پشتو است فارسی را یاد دارید، وقتی که ما به فارسی بگویم ایچ خانم، آیا در اینجا ما به این نتیجه رسیدیم که دیگه قرار نیست که ما با کسی صحبت بکنم؟ شما اگر زبان فارسی را فراموش کنین، این خود زبان گرامری است که ما شما نمیتونیم تغییرش بدیم. آیا شما به این نتیجه هستین که با مجرد که هیچ نمیکنم بیخی فراموش کنین، یک لحظه صبر کنین، قضاوت نکنین آخر صحبت نمیکنم. سوالی که من از شما میکنم باید مشخص جواب بدین، پشت آشیا نروین. با مجردی که من از کلمه در زبان فارسی ایچ خانم صحبت میکنم، ای که من هیچ قسمت آخرش هم نگویم، شما به این فکر نمیرسین که من در این مرحله مطمئن هستم که جمله من منفی شده. من با ایچ خانم، گوش کنین، جمله را تکرار میکنم، کسانی که درس میخونین کامنت نوشته نکنین. با مجردی که من هیچ صحبت کردن، سینما رفتن، اران فعل دیگه ای که باشه، با مجردی که من بگویم که دوستای عزیز من در داخل شهر با هیچ خانم نقطه بدون از این که من فعل خود تکمیل بکنم، شما به این نتیجه نرسیدین که لمر با هیچ خانم کدام کار را، چی صحبت کردن باشه، چی سینما رفتن باشه، چی ملاقات باشه، حتما انجام نمیده. متوجه هستین یا نه؟ آیا شما هم نظر من هستین که هیچ خودش وقت آخر جمله را تکمیل کرده؟ متوجه هستین؟ درست است؟ پس کومنتار را بسته میکنم. چیزی که من میخواستم شما را متوجه بسازم که زبان فارسی را ما قضاوت نمیکنیم. من در داخل شهر با هیچ خانم، کلتان میفهمین که جمله منفی است. در زبان آلمانی اینی فعل نمیکنم، صحبت نمیکنم، برعکس مثبت استفاده میکنن. چرا؟ چون در زبان آلمانی میگه در جملات ما، البته این توضیح است که در کورسا گفته نمیشه، توضیح کمک سطح بالاتر است، اما من به زبان فارسی میگم که شما درک بکنید. زبان آلمانی میگه در یک جمله کفایت میکنه که ما یک اشاره بر مخاطب خود داشته باشیم تا ای که محتوای جمله ما را بفهمه. یک اشاره کافی است. به طور مثال ما و شما مدل وربا را کار کردیم. در مدل ورب ما و شما داشتیم که ich habe چیزی را که ما براتون در اینجا میگم شاید ارگز دیگر نشنوین، چیزی هست که باریکی هست که شما درس امشب کلتان یاد بگیرید. Ich habe meinem Vater helfen können. سعی کنین از درس گذشته. من با پدرم کمک توانستم. در اینجا سوال پیدا میشه که زبان آلمانی تو در اینجا دو دانه فعل داری، یکی können، یکی helfen. چرا تنها haben صرف کردی habe؟ زبان آلمانی میگه بر ما، میگه کفایت میکنه که در یک جمله ما یک دانه اندیکاتور یا یک نشان دهنده داشته باشم که نشان بده جمله زمان گذشته شده. من چرا باید در اینجا helfen geholfen نوشته کنم؟ چلیپا چرا من können صرف بکنم و ich در حالی که haben به ich صرف شده؟ کفایت میکنه که تمام مخاطبین زبان آلمانی بفهمن که اینمی haben که صرف شده، habe تنها به ich استفاده میشه. قرار نیست که به دو habe استفاده شود، قرار نیست به as استفاده شود، قرار نیست به wir habe بگوییم یا ihr habe. یگانه ضمیر فاعلی که میتونه haben صرفش habe بسازه او ich است.
با می خاطر میگه ما کننم صرف نمیکنیم هلفنم. میگم چرا هلفن گهالفن نمیگی؟ میگه به خاطر که من یک دانه هابن دارم که هابن خودش نشان دهنده زمان گذشته است. من چی نیاز دارم که در اینجا کار زبان خود سخت بسازم از هلفن گهالفن جور بکنم؟ با امو خاطر در زبان آلمانی وقتی که جمله رو منفی میسازیم میگه کافی است که من یک ایچ گفتیم، من چرا نمیکنم بگویم؟ من میگم صحبت میکنم، چرا یک نیشت اضافه را در اینجا بیارم؟ پس در اینجا در زبان آلمانی با مجرد که ما و شما از کلمه ایچ داشتیم تمام جمله خود دیگه مثبت استفاده میکنیم، نیاز نیست دنبال نیشت یا ناین بگردیم. میایم جمله خود ترجمه میکنیم. در شهر من با ایچ خانم صحبت نمی کنم. با وجودی که ما میگیم نمی کنم، در آلمانی میگم میکنم. تنها کافی است در آلمانی که این ایچ استفاده بکنم. Ich spreche mit چی است؟ mit داتیو است. همیشه من پیشتر گفتم که کین همیشه مانند آرتیکل ها صرف می شود. Ich spreche Frau. Ich یکی از معنایش کین یا کینه است. Die Frau دی در داتیو چی میشه؟ der Frau. der در آخر کین که اضافه شود mit keiner. Ich spreche mit keiner Frau in der Stadt. در اینجا بازم سوال ایجاد میشه که لمر ما در اینجا میگیم صحبت نمیکنم، اما تو میگیم من صحبت میکنم. اما بر ما در زبان آلمانی یک دانه سایشن یا اشاره کافی است که در اینجا بر ما بگویه ایچ. مثل که در اینجا گفتم habe کفایت میکنه، در اینجا keiner کفایت میکنه. Ich spreche mit keiner Frau in der Stadt. اگر تحت لفظی ترجمهش بکنی من صحبت میکنم با ایچ خانم در داخل شهر. بیاییم عقل خود کمک در کار پرتیم. من صحبت میکنم با ایچ خانم. چی معنا با ایچ خانم؟ جمله ما منفی است. پس در آلمانی را ما نمیتونیم همیشه کلمه و کلمه ترجمه بکنیم به زبان فارسی، اما بر ما کفایت میکنه وقتی که بگوییم که Ich spreche mit keiner Frau in der Stadt. من صحبت نمی کنم با هیچ خانم در داخل شهر. از لحاظ علمی یا گراماتیک شما یک کمک مرا نخفلسین یا درک کرده تانستین در این مثال هایی که با مدل ورب ها کار کردم و درس گذشته و همچنان فعلا داشته باشه. ما نیاز داریم به یک اشاره در داخل جمله تا اینکه جمله ما و شما حالت خود تغییر بده. نمیتونیم هر جمله خود به زبان فارسی کلمه و کلمه ترجمه بکنیم. کسانی که میگه چرا ار گرفت، به خاطر از این که این مت همیشه ما یاد گرفته بودیم که داتیو است. کسانی که این سوال داره آرتیکل فراو دی است، دی فراو. وقتی که میگه مت بیاید آرتیکل اسم ما را داتیو میسازه. در جدول طلایی دی در حالت داتیو چی میشه؟ شاداب اوریا اساس einfach یا اما باید توضیح داده شود. آرتیکل دی در داتیو چی میشه؟ دی میشه. وقتی که دی شود و کینام برتان در شروع پیش از شروع درس گفتم که کین وظیفه یک آرتیکل داره. وقتی که وظیفه یک آرتیکل داره خود دی در اینجا نمیه، استفاده نمیشه. خود دی وقتی که استفاده نمیشه ما باید کومنتار رو بسته بکنم چون نمیشه صحبت کرد در جریان کومنتار. وقتی که ما در شروع گفتم که اینی کین خودش وظیفه یک آرتیکل انجام میده. وقتی که مت داتیو باشه آرتیکل فراو دی باشه، دی در داتیو به خاطر مت چی میشه؟ دی میشه. دی اجازه نداره که استفاده شود چون کین خودش کار آرتیکل کرده. با اساس از این که جمله ما از لحاظ گرامری درست شود این دو حرف آخرش هم میاریم در اینجا از کین کینر جور میشه. کسانی که سوال کردن که چرا ار گرفت
اما در جمله دوم از هیچ استفاده نکردیم. وکیل وجود داره، یگانه کاری که نکردیم زنگ نزدیم. باید من زنگ نزدیم منفی بسازم. اما در جمله بالا این ایچ خودش جمله را منفی میسازه که ایچ در اینجا معادلش کین یا کینه است. که حالا میبینیم در جمله ما و شما اینجا یگانه را داریم که آیا نومیناتیو است، این را داتیو است یا اکوزاتیو است. نشته کردیم که من هنوز ایچ وکیل را ich habe noch هنوز شاگردایی که میگن فارسی شنوشته که ich habe noch keinen Rechtsanwalt ist das für jeden nachvollziehbar, wieso, weshalb, warum hier keinen. weil کلی قابل درک است که چرا keinen شده. der Rechtsanwalt را وکیل را در را چی میشد در اکوزاتیو، der چی میشد کلی که تنها آرتیکل der در اکوزاتیو در کومنت نشته این Rechtsanwalt و keinen شده. Sehr schön. حالا میاییم جمله دوم خودم منفی میکنیم. ما در مقابل اسم خود هیچ نداریم. چی را باید ما منفی بسازیم؟ Was wird hier verneint؟ چی منفی سازی میشود؟ Das Verb فعل منفی سازی میشود. Ich habe den Rechtsanwalt. اینجا دیگه از آرتیکل اصلیش استفاده کردم. Ich habe den Rechtsanwalt وکیل را der Rechtsanwalt وکیل der den وکیل را. Ich habe den Rechtsanwalt noch آخرین کلمه جمله ما چی است در زمان گذشته؟ هنوز زنگ نزدیم. angerufen. Was fehlt hier؟ چی در اینجا کم است؟ آن کلمه ای که جمله را منفی میسازه. آیا ما در اینجا اجازه دارم از kein یا keine یا keinen استفاده کنم؟ natürlich nicht. طبعا نه. چرا؟ warum؟ به خاطر که در اینجا اسم منفی نمیسازم. Was wird hier verneint؟ چی منفی سازی میشه؟ das Verb فعل. وقتی که فعل منفی شود در اینجا ما ناگزیر هستیم از nicht استفاده بکنیم. Ich habe den Rechtsanwalt noch nicht angerufen. من وکیل را keinen Rechtsanwalt هیچ وکیل را Das ist der Unterschied. اینجا از فرقش. از لحاظ فارسی که ما تا همین لحظه اقدام در قبال زنگ زدن وکیل نکردیم. معنای از لحاظ فارسی این رقم میشه. فارسی ما اگر کدام مشکل داشته که در اینجا شاعر نویسنده داریم حتما صدای اعتراضی بلند میکنن. معلم داره، مدیره مکتب داره، میگن که لمر اینجا فارسی را اشتباه استفاده کردی. در جمله دوم وکیل مشخص است. دقیقاً من هنوز وکیل را زنگ نزدیم. وکیل من چی کرده؟ من هنوز وکیل را زنگ نزدیم. حالت دوم فعل از کجا بفهمیم؟ حالت فعل ما و شما دو رقم افعال داریم. regelmäßig und regelmäßig. افعال با قاعده، افعال بی قاعده. افعال با قاعده را ما قبلا توضیح دادیم که در اولشان گه میایه، در آخرشان تی میایه. و افعال بی قاعده را باید متاسفانه حفظ بکنیم. auswendig lernen.
من می آب بنوشم شما 1,000,000 لایک کنید، من سوالایتان بخوانم. واقعا من خودم احساس کردم که 1 ساعت بدون وقفه صحبت کردم. eine Stunde ohne Pause. اگر ما در زبان آلمانی بگیم که من هنوز هیچ آلمانی صحبت کردن نمیتونم. ببینین فارسی که میگین باید مسئولیتش در زبان آلمانی بپذیرین که چی میگین. هیچ وقتی که میگین به معنای از این که اسم منفی ساختین. اگر از هیچ استفاده نمیکنین به معنای از این که فعل شما منفی ساختین. ما و شما میتونیم همین جمله را خب سطح بالاترش صحبت نمیکنیم که حالا ما براتون جملات متعدد جور بکنم. تنها در قبال همین جمله که آیا من میگم که من هنوز هیچ آلمانی صحبت نمیتوانم، اگر قرار باشه من این جمله را بگویم آلمانی را اسم جور میکنم و از kein استفاده میکنم. Ich kann kein Deutsch sprechen. اگر بخوایم بگویم که من هنوز زبان آلمانی را هیچ دیگر استفاده نکردیم World of Sports، متوجه هستی؟ اسم منفی نساختیم. میگم من هنوز زبان آلمانی را مشخص میگم زبان آلمانی را صحبت کردن نمیتوانم. جمله که خودت نشته کردی. خب اینجا متاسفانه مدل ورب کار میشه. Ich kann die Deutsche. در اینجا Deutsche چی شد؟ آیا اسم شد؟ World of Sports. آیا در اینجا دویچه اسم است یا صفت است؟ Sprache زبان است. Genau. Die deutsche Sprache زبان آلمانی بر زبان یک صفت دادیم. Die persische Sprache زبان فارسی. Ich kann die deutsche Sprache noch nicht sprechen. در اینجا باریکی را ما متوجه شدیم و مجرده که اسم ما منفی نشود با آرتیکل استفاده شود و در اینجا صفت هم در مقابلش قرار گرفته و معنای از این که ما باید ناگزیر فعل خود منفی سازی بسازیم که فعل ما در اینجا چی است؟ sprechen. صحبت کردن. صحبت کردن در اینجا فعل است. فعل خود ما منفی ساختیم. چرا؟ به خاطر از این که ما و شما گفتیم که من هنوز زبان آلمانی را نمیتوانم صحبت کنم. خواهش میکنم World of Sports. دوستای عزیز، کنجکاو زیاد نباشین در قبال موضوعات بعدی منفی سازی جملات. این شب اولش بود. از شب اول از همه قدرش راضی هستین یا خیر؟ من فکر میکنم اساسات منفی سازی جملات در اذهان شما منتقل شد. ما و شما 3 شنبه، 4 شنبه، 5 شنبه 3 شب دیگه داریم که این هنوز شاید شما 10% یا 15% یاد گرفته باشین. شما تشویش نکنین که هرگز چی میشه، نیمند چی میشه. تمام از این ما و شما در درسای بعدی طبعا مورد بحث و ارزیابی قرار میدیم. این شب اولش بود و در شب اول خدا کنه که من تانسته باشم یک بخش عظیم از منفی سازی جملات در اذهان مقبولتان انتقال داده باشم و پیچکاری و سیروم شده باشه و فردا شب و پس فردا و پس فرداترش بیشتر بخوانیم و بیشتر یاد بگیریم.